زنی بود میگه نزد حبیب خدا آمد و گفت ای حبیب خدا میخواهم شوهر کنم، شوهر میکنم، لیکن ای حبیب خدا تو معلم ما هستی، تو شفاعت کننده هستی برای تمام امت در روز قیامت به اجازت پروردگار، چی توصیه میدهی؟ حق شوهر چگونه هست؟ حبیب خدا چی گفتن؟ گفتن خواهر عزیز گفتن شوهر کن، خوش به حالت. بهترین زن همون زنی هست که شوهر دارد، بهترین جوان همون جوانی هست که زن دارد. لیکن گفت فراموش نکن که لو کان من فرقه الى قدمه صدید فالحسته ما ادت شکره. رسول اکرم گفتن اگر ای خواهر عزیز از تار سر شوهرت تا زیر قدمش اگر زرداب باشد، چرک باشد، خون باشد، با زبانت اگر تازه کده بیایی تا حال حق شوهر به جا نآوردی، تا حال حق شوهر به جا آمدگی نیست. دخترها را شینانید، پدرای عزیز، مادرای عزیز، همه میخواین که رفته از سر دکان دخترتون آش خورین، شوربا خورین، بهترین نعمت ها را خورین، میخواین که رفته دخترهاتون خرسند در خانه های شوهر بینین، چیکار کنید؟ در خانه تعلیمش دهید، در خانه فهمانین که بچم که خانه شوهر رفتی دیگر پدر مادر نگو، دیگر اپا و خواهر نگو، دیگر دوگانه بازی و طلبه نگو، هر چیزی که شوهرت میگد اجرا کن، انشاءالله بچم به همه نیکبختی های حیاتت میرسی. گفته این نصیحت ها را باید که هر یک پدر مادر کنه.